سلام بچه ها، وقتتون بخیر باشه. اومدیم با فال چای ماه به ماه برای شما عزیزان. نیت داشته باشین. از فروردین ماه شروع میکنیم. فروردین ماهی عزیزم دارم براتون میبینم که یک دعوا درگیری براتون اتفاق میفته و اگر کسی رفته شما با هم جفت شدن دارید. قلبو ببین. و اینکه بهتون حتی پیشنهاد خیلی خوب دارم میبینم که بشه و اینکه دیدار دارین، خوشحالی دارین، صحبت دارین، پولی به دستتون میرسه که خوشحال میشید. دعوا درگیری دارین که بهتره به اعصاب خودتون مسلط باشین و یک نفر داره شما رو چک میکنه، چشم و نظر زیادی روتون هست و یک طلسم خیلی قوی روتون افتاده فروردین ماهی ها. و اینکه ممکنه توی کاردادگاهی موفق نشین. یک ناراحتیت رو دارم براتون میبینم روی 8 بعد دیگه براتون اتفاق میفته. رزق و روزی فراوان توی راه براتون. برای اردیبهشت ماهی عزیزم دارم برات میبینم که ببین بین دو نفر گیر کردی. اگر مجردی خواستگار داری و کیس داری، اگر متأهلی بین دو نفر گیر میکنی. پشت به پشت دارم میبینم، انگار خودت بخوای یک رابطه رو تموم کنی. یک شمع حاجت برات روشن شده، به حاجت به آرزو رسیدن رو داری. به مسافرتی میری که خیلی خیلی بهت خوش میگذره و دارم میبینم که ببین یک پول خیلی بزرگ به دستت میرسه. سنگینی های زیادی خودت متحمل هست. اردیبهشت ماهی گفتم که خودت شمع حاجت برات روشن شده، یک دیدار عاشقانه برات شکل میگیره و به اون هدفی که میخوای میرسی. دیدار عاشقانت خیلی زیبا اینجا به من نشون داده، جفت شدن برات افتاده. بریم برای خرداد ماهی جهش میکنی، داری تلاش میکنی به اون چیزی که بخوای میرسی. نگران فرزندادتی که نباش، خیلی راحت از این موضوع بگذر چون نگرانیت بیهوده است. دارم چشم نظر برای شما میبینم، دست به دعایی و چیزی از خدا میخوای. قطعا به آرزو رسیدن رو داری خرداد ماهی. وصل شدن و رسیدن به مال هم برات افتاده. خوشحالی داری، رفتن به مهمانی برات افتاده. بحث با یک آقا که بهتره به اعصاب خودت مسلط باشی. یک خبر خیلی خوب به دستت میرسه که خوشحالت میکنه. برای تیر ماهی دیدار عاشقانه ای که برات شکل میگیره. نگاه کنید دوتا آدم که روبرو هم دارن صحبت میکنن. دیدار عاشقانه براتون شکل میگیره. رفتن به یک مسافرت هست براتون. رقیبی دارین که پوچ میشه، زیر پات میذاری این رقیبو، تیر ماهی، و از نظر کاری موفق میشی و وسیله نقلیه میخری که به نفعته. برای مرداد ماهی شما هم دیدار عاشقانه برات افتاده، شما هم خوشحالی برات افتاده و یک بیماری که شفا پیدا کردن داره و اینکه یک خبری به سرعت به گوشت میرسه، یکم به همت میریزه. سنگینی های زیادی داری مرداد ماهی، بهتره که رفعش کنی و با 3 نفر صحبت میکنی که به نفع شما تموم میشه مرداد ماهی. اگر منتظر پولی هستی به دستت میرسه، اگر منتظر برگشتی اتفاق میفته. شهریور مسافرتی میری که برات خوب هستش. یکم ناامیدی تو زندگی، یک خبر به گوشت میرسه. عقابو ببین، یک خبر به گوشت میرسه که جنجالیه این خبر. قدرت رسیدن، فیل رو ببین، به قدرت رسیدن رو برات دیدم شهریوری. و اینکه دارم میبینم احساس میکنی بار مسئولیت با تو، ولی نگران نباش، از این مسئولیت بیرون میاد چون پرنده افتاده. بریم سراغ مهر ماهی عزیز. مهر ماهی ببین شما بحث کردن برات زیاد افتاده، اینکه پشت سر زیاد حرف بزنن هست. اسب برات افتاده، به زودی خبری به گوشت میرسه. موفقیت کاری مالی برات میبینم و با 2 نفر احتمال اینکه معامله کنی هست و اینکه خیلی حواست هست. آدم حواس جمعی هستی که برات عالی افتاده و به دنیا آمدن فرزند هست. برای آبان ماهی سنگینی های زیادی افتاده، یک دیدار ولی با دعوا، یک بستر بیماری. رزق و روزی برات هستش. بعد یک سفر خوشحال کننده برات میبینم، خوش آب و هوا، مثل شمال، حالا یه جایی که آب باشه هست و یکم خودت با شک و تردیدی که از این شک و تردیدی بیرون میای. برای آذر بیماری، ناراحتی، درگیری برات افتاده. رزقی که راهش بسته است چون کلا خیلی سنگینی و چشم زخم برات افتاده عزیزم آذری. و اینکه
ببین عروس میشی اگه مجردی، اگر متأهلی رابطت گرمتر میشه، یا به یک جشن عروسی میری که بهت خوش میگذره. بحث کردن با 2 نفر داری که به نفعت نیست. برای دی ماهی، تیری که زدی به هدف میخوره، خوشحالی، عشقت دوست داره، برات کادو میخره، کادویی دریافت میکنی که بسیار خوشحال میشی، به نتیجه‌ای که دلت میخواد میرسی. بارداری، برای بهمن ماهی، سنگینی نداری، خوشحالی داری، همزاد داری، به دنیا آمدن فرزند، رفتن به جشن و مهمانی، یک نه و به یک نفر میگی بهترین کار رو میکنی. تیک سندی برات افتاده. برای بهمن ماهی گفتم. برای اسفند ماهی دارم میبینم به هدفات میرسی، 3 تا تیکه پول به دستت میرسه. متاسفانه که طلاق جدایی برات اتفاق میفته اگر نیت داری، و اینکه خانمی دارم برات دعا میزنه و این دعا اثرکن هستش. 3 عدد پول به دستت میرسه، آمدن پیک به منزلتون هستش، به اون چیزی که میخوای ولی با مدت میرسی. امیدوارم فالتون دوست داشته باشین. کانال ما رو دنبال کنید و کامنت بذارید، و برای فال شخصی به 0930 211 6245 در ارتباط باشید. موفق باشید.